شب یکشنبه بعد دوشنبه بعد پخش برنامه گیورگی گابونیا اعتراضگران خشمگین در نزد قرارگاه تلویزیونی روستاوی-2 جمع شده تحقیر پرزیدنت روسیه را محکوم کردند. Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Ты вонючий оккупант. بعد از این مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی روستاوی-2 متوقف شد. اعتراضگران که گفته می شود جانبداران حکومت هستند در نزد قرارگاه این شبکه زیر نظارت مخالفین جمع آمدند بر کناری گیورگی گابونیا و رئیس تلویزیون نیکا گوارامیا را طلب کردند. اعتراض در نزد تلویزیون زمان به وقوع پیوست که در مرکز تبلیسی راهپیمایی‌ها به ضد روسیه جریان دارند. بعد سخنرانی یک وکیل مردمی روسیه در پارلمانت گرجستان اعتراضها آغاز یافت و فعالان با اشاره به حضور نیروهای روس در دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان روسیه را اشغالگر عنوان کردند. در جواب بر راهپیمایی‌های ضد روسی از 8 ایول روسیه پرواز هواپیماها در خط‌سیر گرجستان روسیه را منع کرد. وزارت کارهای خارجه روسیه تحقیر پرزیدنت پوتین را اغوای نیروهای رادیکالی گرجستان نامیده است که هدف آن خلل‌دار نمودن روابط میان روسیه و گرجستان است.